کودک کار دیگه به بلوغ رسیده و شده نوجوان کار، از دور نزدیک میشه، یه دونه دنده اسپراکت بولدوزر دور گردنشه برای انتقال نیروی شنی بولدوزر و نمیدونم بیل مکانیکی شنیدار و تانک و اینجور چیزا. یا اول اینو چجوری شکستن این بیمشدارا، چجوری گردن این بدبخت و این نشکست. استاد تعمیرات میاد توی میدون بساط نقشه کشی و علم میکنه. تبلیغ ریزو ببینیم همین الان فالو کن توی این پیج، ویدیوهای صنعتی و پروسه تولید از اینجور چیزا میذاریم. فالو کن که دیگه گمم نکنی. بعد از اینکه بساط نقشه کشی و پهن کرده با یه دونه مقوا و مالیک علامت‌ها رو زد، با تورچ شروع میکنه به برش زدن چند تا براکت که اینو سر همش کنه و بریم برای جوش کنی. یه پرگار قولاسو هم در میاره، از گرد بودن این دنده مطمئن میشه. جنس این دنده اسپراکتا رو مطالعه کردم، دیدم از چدنه که خودم هم تعجب کردم. به نظر میرسید فولادی باشه ولی نه، چدنی. جوش چدن یه سری مراحل ویژه داره، پیشگرم کردن و آروم سرد کردن توی دما و زمان مناسب داره که اساتید خیلی به این سوسول بازی ها اعتقاد ندارن. با همون الکترود 613 حمله میکنه به چدن دیگه. فوقش برای اینکه عریضه خالی نباشه دو تا پین هم زد که محکم سر جای خودش وایس. حالا من بعید میدونم اون فشاری که آورده اینو شکسته، این چجوری قراره اینو نگرش داره. در ادامه استاد میریم برای تراشکاری کردن. یه خط بوتلان میکشه روی سنگ محور و با دست سنگ میزنه. متاسفانه به ریل دستگاه تراش هم یه بی احترامی میکنه. برقم که رفته کار در اومد. استاد پولدار شد. امیدواریم مشتری بدبخت نشده باشه. خداحافظ.